آرنولد در شرح این تصویر غمگینانه و اندوهناک نوشته است: چقدر زود گذشت. دلیلی که او این جمله اندوهگین را نوشته است به خاطر پیری و ناتوانی نیست. وقتی او فرماندار کالیفرنیا بود و همین هتلی که مجسمه‌اش در آن قرار دارد را افتتاح می‌کرد، مالک هتل به او گفت هر زمانی که اراده کنید و به این هتل بیایید، اتاق شما رزرو میباشد و کارکنان در خدمت شما هستند. حالا که دیگر فرماندار نیست و آن شهرت و قدرت را ندارد، به همان هتل رفت تا شبی را بگذراند. پذیرش هتل به ایشان گفت ببخشید، تمام اتاقهای ما از قبل رزرو شده است و ما هیچ اتاق خالی برای شما نداریم. او دوشکی با خود آورد و در زیر مجسمه خودش در مقابل هتل خوابید و تصویر آن را منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: هیچگاه به قدرت، موقعیت و هوش خود مغرور نشوید، چون هیچ کدام اینها برای همیشه پایدار نخواهد بود، حتی برای اسطوره‌ای مثل آرنولد.